به نام خالق نور و زیبایی. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپل اون هیل، ترجمه مهدی قراچه‌داغی. پیشگفتار: بیاندیشید و ثروتمند شوید. از جمله مفیدترین و نافذترین کتاب‌های زمانه ماست که راه دستیابی به موفقیت را نشان داده است. موفقیت در کسب مال، ثروت و رسیدن به تعالی روحی و روانی که این یکی با پول قابل اندازه‌گیری نیست. تا اکنون نظیر این کتاب نوشته نشده است و شاید هم توانست گفت که نوشته نخواهد شد. این کتاب با الهام از آندرو کارنگی که سالها پیش رمز موفقیت خود را برای ناپل اون هیل شرح داد، به رشته تحریر درآمد. کارنگی نه تنها شخصاً یک میلیاردر بود، بلکه با افشای رمز ثروتمند شدن خود به میلیونر شدن بسیاری کمک کرد. سوای کارنگی حدود 500 نفر از اغنیای جهان رمز موفقیت خود را با ناپل اون هیل در میان گذاشتند. ناپل اون هیل عمری را به تحقیق و بررسی گذراند تا پیام اشخاص موفق را به گوش دیگران برساند. هزاران نفر فلسفه مشهور این کتاب را برای رسیدن به غنا و ثروت در خدمت گرفتند. رمز موفقیت به شکلی که در این کتاب آمده است زمان و مکان نمی شناسد. اعتبارش همیشگی است. در تازه ترین چاپی که از این کتاب می شنوید، فلسفه و فرمول های اسباب موفقیت برای همه کسانی که خواهان ثروت هستند و برای همه کسانی که به غنای روح و روانی راغب هستند تشریح شده است. بیاندیشید و ثروتمند شوید کتابی راهنماست که چگونگی دستیابی به هدف را توضیح می دهد. کتابی خودیار است. در این کتاب با توجه به تجربه مردان نامی که با استعانت از توصیه‌های این کتاب به ثروت و مکنت رسیده اند، با اعجاز هدایت خویشتن، برنامه‌ریزی‌های سازمان یافته، تلقین به خود، نقش همکاران و تحلیل خویشتن و سرانجام برنامه برای ارائه خدمات شخصی آشنا می‌شوید. توجه داشته باشید که توانگری تنها با معیار پول قابل اندازه‌گیری نیست. دوستی‌های ادامه‌دار، مناسبات خانوادگی موزون، احساس درک همدلانه میان همکاران نعمت بزرگی است که اسباب آرامش ذهن می شود و جز به وسیله ارزش‌های معنوی و روانی قابل اندازه‌گیری نیست. آماده باشید. استفاده از فلسفه بیاندیشید و ثروتمند شوید زندگی را متحول می سازد. نه تنها از فشارهای روانی و مشتقات زندگی شما می کاهد، بلکه شما را برای دستیابی به تنعم و انباشت ثروت آماده می سازد. در هر یک از فصول این کتاب به رمز ثروتمند شدن کسانی اشاره شده است که من سالها با دقت تمام به گفتگو و مصاحبه زندگیشان را تحلیل کردم. این راز را اندر کارنگی که بیش از نیم قرن پیش برایم باز گفت. اندرو کارنگی، این مرد دوست داشتنی اسکاتلندی، موضوع را وقتی پسر بچه‌ای بیش نبودم به ذهنم سرازیر ساخت. آنگاه روی صندلی‌اش نشست. از روی مهر چشمکی زد.
و منتظر ماند تا ببیند آیا جان کلامش را دریافته‌ام و توصیه‌هایی را به عمل درآوردم. آیا مغزی آنقدر رشد یافته دارم که بفهمم او چه میگوید؟ وقتی مطمئن شد که نقطه نظر او را درک کرده ام، پیشنهاد کرد که از آن پس کلامش را به گوش جهانیان و به گوش مردان و زنانی برسانم که بدون آن شاید در زمره ناکام‌ها قرار می‌گرفتند. پیشنهاد او را پذیرفتم و با همکاری کارنگی تا به حال بر این قول خود ایستاده‌ام. در این کتاب رمز موفقیتی را می‌خوانید که هزاران نفر در زمینه‌های مختلف زندگی از آن به گونه‌ای مؤثر استفاده کردند. آقای کارنگی معتقد بود که فرمول اعجازی که او را به سمت سعادت و ثروت رسانده باید به اطلاع کسانی که فرصت آن را ندارند تا خود در زمینه کسب معیشت بررسی کنند رسانیده شود. آقای کارنگی اظهار امیدواری کرد که بتوانم درستی عقاید او را به استناد تجربه زنان و مردان موفقی که با آنها گفتگو کردم آزمون کنم. او معتقد بود که این فرمول را باید در تمام مدارس و دانشگاه‌ها تدریس کرد. می گفت اگر بتوان این موضوع را به درستی آموزش داد، انقلابی عظیم در نظام آموزشی ما ایجاد می شود. او معتقد بود که می توان سالهای تحصیل در مدارس را به نصف آنچه که هست کاهش داد. در فصل ایمان با سرگذشت حیرت انگیز شرکت معظم فولاد آمریکا آشنا می شوید. تمام موفقیت این شرکت به دست مرد جوانی حاصل شد که کارنگی توسط او ثابت کرد هر کس آمادگی لازم را داشته باشد می تواند از مزایای آن بهره مند شود. استفاده از رمز موفقیت اندرو کارنگی به چارلز شواب امکان داد که به پیروزی عظیمی دست یابد. استفاده از این فرمول 600 میلیون دلار ثروت روی هم انباشت. این واقعیت‌ها که تقریباً همه کسانی که کارنگی را می‌شناسند با آن آشنا هستند به شما می‌آموزند که با خواندن این کتاب چه چیزی نصیب شما می‌شود و این البته به شرطی است که بدانید چه می‌خواهید و در پی چه هستید. این رمز موفقیت به همان شکلی که کارنگی می‌خواست به هزاران زن و مرد انتقال داده شد که از آن برای سود شخصی استفاده کردند. خیلی‌ها از آن بهره بردند. بسیاری به ثروت رسیدند، بسیار دیگر از آن برای ایجاد هماهنگی در زندگی خانوادگی استفاده کردند. یک روحانی از آن آنچنان استفاده مؤثر کرد که به درآمدی کلان رسید. آرتور ناش، خیاط سینسینیایی، توانست با استفاده از فرمول پیشنهادی آقای کارنگی حرفه‌اش را متحول سازد. او از مؤسسه‌ای ورشکسته سازمانی موفق ساخت و به صاحبان شرکت سودی کلان نصیب کرد. امروزه با آنکه آقای ناش وجود ندارد، سازمان موفقیت او همچنان تضمین شده است. تجربه او به تفصیل در روزنامه‌ها و مجلات به بحث گذاشته شده. رمز مورد اشاره بیش از 100 بار در صفحات این کتاب مورد استفاده قرار گرفته. اسم خاصی برای آن انتخاب نکردیم، زیرا به نظر می‌رسد وقتی با آن سربسته برخورد می‌کنیم کاربرد بیشتری پیدا می‌کند.
تنها مرتصدان آن و کسانی که از آمادگی لازم بهره‌مند باشند می توانند از آن استفاده کنند. به همین دلیل بود که آقای کارنگی مرا با آن مفهوم آشنا ساخت، اما برای این فرمول نامی را در نظر نگرفت. اگر شما آمادگی استفاده از آن را دارید، تقریباً در هر فصل یک بار رمز پیشنهادی مرا درک خواهید کرد. هر کس پس از رسیدن به آمادگی لازم به سبک و طرز خود از این فرمول استفاده می کند. اگر شما تا اکنون مایوس شده اید، اگر تا اکنون تحت تأثیر مشکلی روح و روانتان را آزار داده اید، اگر سعی کردید و شکست خورده اید، اگر بیمار و معلول بوده اید، استفاده از فرمول کارنگی دقیقاً همان چیزی است که باید آن را درک کنید و از آن در زندگی خود استفاده نمایید. پرزیدنت ویلسون در جنگ نخست جهانی از این رمز موفقیت استفاده فراوان کرد. او جزئیات رمز موفقیت را به فرد سربازانش در جنگ انتقال داد و آن را قبل از اعزام سربازان به جبهه به شکلی مؤثر به آنان آموزش داد. پرزیدنت ویلسون به من گفت که به کمک این فرمول توانستیم بخش مهمی از هزینه‌های جنگی را تأمین کنیم. یکی از ویژگی‌های این رمز این است که وقتی کسی به آن احاطه پیدا می‌کند، آن را به کار می‌گیرد، خود را در مسیر موفقیت بی اراده در حرکت می‌بیند. اگر به این گفته شک دارید، اسامی کسانی را که از این فرمول استفاده کرده اند مطالعه کنید. توجه داشته باشید که هرگز بدون زحمت و در ازای هیچ چیزی عاید نمی شود. برای رسیدن به موفقیت باید بهای آن را بپردازید. هرچند این هزینه در مقایسه با آنچه برای رسیدن به موفقیت نیاز دارید قابل مقایسه نیست، بسیار ناچیز است. اما کسانی که به راستی خواستار آن نباشند در ازای هیچ مبلغی نمیتوانند به آن دست یابند. این فرمول با پول قابل خرید نیست، زیرا این فرمول از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول را کسانی که آمادگی داشتنش را دارند از پیش تصاحب کرده‌اند. رمز موفقیت مورد اشاره به همه کسانی که برای آن آمادگی داشته باشند خدمت می‌کند. ارتباطی به آموزش رسمی ندارد. مدت‌ها قبل از تولد من، توماس ادیسون از این راز به طرز عالی استفاده کرد و به بزرگترین مخترع جهان تبدیل شد. فراموش نکنید که توماس ادیسون بیش از 3 ماه به مدرسه نرفت. این رمز به ادوین بارنز انتقال یافت. او همکار تجاری آقای ادیسون بود و چنان مؤثر از این رمز استفاده کرد که با آنکه در آن زمان بیش از $12,000 درآمد نداشت، توانست ثروت کلانی به جیب بزند و در جوانی خود را بازنشسته کند. ممکن است بپرسید که اینها را از کجا می‌دانم؟ وقتی این کتاب را تمام می‌کنید به جواب این سوال‌ها پی می‌برید. شاید هم در همان فصل نخست و شاید هم در آخرین صفحه کتاب جواب خود را بیابید. در 20 سالی که به درخواست کارنگی پژوهش می‌کردم، زندگی صدها مرد نامی را تحلیل نمودم. بسیاری از آنها اذعان داشتند که موفقیت‌های خود را مدیون رمز موفقیت کارنگی هستند. هرگز کسی را نیافتم که ملهم از این موضوع باشد و موفق نشود.
هرگز کسی را نیافتم که بی آنکه به این رمز تجهیز باشد به موفقیت برسد. من در این بررسی‌هایم به این نتیجه رسیدم که این رمز را با آموزش‌های رسمی و کلاسیک پیدا نمی‌کنیم. هنگام گوش کردن کتاب به نکته دیگری نیز توجه داشته باشید و آن این که ما به حقایق اشاره کرده ایم. جایی برای افسانه نیست. همه کسانی که از آمادگی لازم برخوردار باشند می‌دانند که چگونه از آن به سود خود استفاده کنند. این اشخاص از انگیزه لازم برای شروع کار خود برخوردار خواهند بود. و سرانجام قبل از شنیدن مطالب کتاب بدانید شروع همه موفقیت‌ها و همه ثروت‌های به دست آمده یک ایدئال بوده. اگر برای این رمز آماده باشید پیشاپیش نیمی از راه موفقیت را پیموده اید. بنابراین نیمه دیگر را به محض آنکه به ذهن شما برسد درک خواهید کرد. پایان پیشگفتار. از این کتاب اینجا کانال کتاب صدا زندگی رو دنبال کردید از شما سپاسگزارم. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما درباره این کتاب هستم.